رسول خدا صلی الله علیه و سلم در روی مبارک نمی شکمه های حیوان، شکمه گاو، شکمه شتور، همین چیزا را می گرفتن در روی رسول خدا صلی الله علیه و سلم می پرتافتن. رسول خدا را با اخلاط می زدن، با اخلاط اشتر و با اخلاط گاو و همین چیزا. چی به یک بار رسول خدا صلی الله علیه و سلم به مردم بد معاملگی نکردن؟ چی به یک بار رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک نفر آزار نداد؟ اگر امروز ما و شما را کوش کمه گاو یک طرف، یک سخنی بد ما بگن، آها تمام دیگه در اون شخص نه پدر میمونیم نه مادر میمونیم، نه روی خوشرو نه دست پنجه میزنیم، خطی همون زنک و شط زنک و تیاغ زنک و دیگه کارا با قطیش 4 سال قهری میکنیم. با در کار شما میگیم نعوذ بالله، در جنازی وای میگیم اون نمیریم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم این گونه نبودن. اگر تو در حقیقتا خط امتی شخصیت میدانی، مهربان باش، یک اخلاق رسول خدا صلی الله علیه و سلم بگیر در جانت بزن. رسول خدا به حیوانات مهربان بدن، نه ای که تنها به مردم، نه ای که تنها به انسان، به حیوانات مهربانی میکردن. پس امروز چرا ما و تو نمیکنیم؟ ابی لهب، ابو طالب، خیش و تباری رسول خدا صلی الله علیه و سلم میمدن میگفتن ای محمد تو دیوانه شدگی، تو ما را در نزد مردم شرمنده کردی. اگر رسول خدا گپی مردم میگفت مثل امروزه همون بسیار همون نفرایی که میگن ما در نزد مردم شرمنده میکنی و ما را مردم چی میگن، اگر رسول خدا گپی مردم میگرفت امروز دین مبین اسلام به ما و شما نمیرسید. خداوند برای ما و شما عقل داد که عقل خودمان کار کنیم، نه از عقل مردم. خداوند به ما و شما چشم داد تا با چشم خودمان ببینیم، نه این که با چشم مردم. امروز ما و شما را چی شده؟ امروز تو دیوانه ای که عقل مردم میگی، امروز تو کوری که با چشم خودت نمیبینی و با چشم مردم نگاه میکنی، او پگه او مردم در درن گور با تو نمیدراین، پگه او مردم نام اعمالی تو را در دست راستت نمیتیم، پگه این مردمی که امروز گپ خبرشون اگر قانونی خودت میدانی، میترسی که مردم تو را شرمنده نگن، میترسی تو را مردم هر گپ خبر نگن، فردا تو را نمیگیرن داخل جنت نمیدرارن. تو سخن خدا را قانونت بدان. چی به این مردم امروز گونه شده؟ چی به امروز مردم از شریعت اسلام دور شدن؟ چی به مردم امروز اینقدر به اهمیت شده؟ چی به امروز مردم، چی به امروز ما و شما سخن مردم، سخن همدهگی ها، سخن میگم قانون میدانیم، سخن خدا را نه. عقل دت مردم داد یا خدا؟ چشم دت مردم داد یا خدا؟ زندگی را دت مردم داد یا خداوند؟ برکه را دت مردم داد یا خداوند؟ این بیدردی را دت مردم داد یا خداوند؟ یک کس بخیزه بگه که دم مردم دادم این چیزا، یک کس بخیزه بگه. پس چرا گپی مردم گپ میکنین؟ اگر حضرت عمر رضی الله گپی مردم گپ میگفت که عمر میگفتن مردم که عمر خیش و تبارش میگفتن ای عمر، این محمد دیوانه تای پشت این نرو، بیا در دین خما برگردیم. حاضی مردم تو را چی میگن که عمر مسلمان شده، عمر به دین محمد رفته، تو ما را در پیش مردم شرمنده میکنی. اگر عمری که اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودن، یاری رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودن، اگر گپی مردم، گپی خاله و گپی عمه و گپی بیبی و گپی بابا را میگرفتن، امروز عمر مسلمان نبود، امروز ابوبکر نبود، امروز عثمان نبود، امروز علی نبود، امروز دین مبین اسلام به ما و تو نمی رسید. اگر عمر گپی مردم میگفت، اگر ابوبکر گپی عمو میگفت، گپی خاله میگفت، گپی بابا میگفت، گپی دیگر و دیگر میگفت، سخن مردم گپ میکرد، امروز دین مبین اسلام به ما و تو نمی رسید. برادری جان،
خدا به خاطر چی به ما و تو عقل داد که بنده جان من به تو عقل میتم با عقل خودت کار کن، من به تو چشم میتم با چشم خودت ببین، نه با عقل مردم، نه با چشم مردم، نه با گوش مردم، نه با پای مردم، نه با دست مردم. من همه چی را به تو دادم، هر چیزی که تو داری مردم همو را دارم، حتی تو با بهتریناش داری که شاید او را بعضی ها نداشته باشه، شاید خدای شخصیت کور کرده باشه، لیکن میگه من به تو چشم دادم، چی به یک ناشکری میکنی، چی به قانونی مرا میشکنی، چی به وعده مرا خلاف میکنی، چی به گفتم نماز بخوان نمیخوانی، چی به گفتم حجاب بکن نمیکنی، چی به گفتم روزه بگیر نمیگیری، چی به گفتم مهربان باش نمیشی. مردم میگن که ها فلان کس فلان کار کرده، ای سخنی مردم میترسی، حالا که مردم مخلوق ما هستی، چی به سخنی مخلوق مرا قانونت میدانی، سخنی خالق تا نه. برای همین خاطر برادرای جان، پیش از مرگ، پیش از آن روزی که زبان ما و شما بسته میشه، امروز باید ما و شما، امروز باید ما و شما، امروز باید ما و شما، ما و شما، ما و شما راهی را انتخاب بکنیم که نزد ما و شما هیچ چکوری نباشه، هیچ غاری نباشه تا ما در بیافتیم ما هلاک بشیم. ما و شما باید راهی را انتخاب بکنیم که راه دین، راه مهربانی به خلق خدا، راهی آنه که به عقل خود کار بفهمانیم. ما قرآن داریم الحمدلله، احادیث داریم، ما به این چنگ بزنیم نه سخن مردم. امروز وقتی که یک شخصیت اگر در توی معرکش حافظی نمی کرده، عرق نمی آورده، با می گفته که ای حوزی مردم مرا چی میگه؟ ها برادری جان، فردا که شد مردم بیا بگو که چی به مرا بیاید که مرا دوزخ نجات بده، تنها مردم بگو. امروز همون مردمه که تو را مسخره کردن که چی به دختر در فتح نپوشاندی، چی به در توی عروسیت، چی به در توی دخترت شراب نبروردی روی دسترخوانت، چی به حافظی نکردی، چی به زناکاری نکردی، چی به امروز اکه بیا، امروز مردم گو بیاید تو را نام اعمال تا در دستی راست بتیانه در جنت در رود باز کنن. اون روز همون مردم هم دیگه زارن، امروز اون مردم هم دیگه بیچاره هم درماندن، کسی از دستش هیچ کار نمی بیا. برای همین ما گپی مردم گپ نکنیم. اگر عمر رضی الله گپی مردم میگفت، با گپی مردم میگفت، با گپی مردم میرفت، اگر چی میشد میگفتن، ولی اونها عقل داشتن، اونها ایمان داشتن، آنها به خدا باوری داشتن که امروز الحمدلله دین شریف، دین مبارک، دین برگزیده خدا به ما و تو رسید، این قرآن به ما و تو رسید، این احادیث به ما و تو رسید. ما به عقل خود کار بفهمانیم، عقل خدا کار بفهمانیم، به چشم خود ببینیم نه به چشم مردم.